سلام دوستان، اصلا ویدیوی کوتاه بگیرم و از چند دلیل اصلی که من وارد این بیزنس شدم براتون بگم. یکی از دلایلی که من وارد این بیزنس شدم به خاطر اینکه محدودیت سنی نداره. یعنی شما هیچ وقت دیر نیست براتون و اگه 18 سالتون هم باشه شما هیچ وقت اونقدر جوان نیستین که بخواین بیزنس رو بکنین، مشکلی نداره. یکی از دیگرش این بود که سرمایه گذاری که داخلش میکنه مبلغش منطقیه، مبلغی نیست که فشار بیاد. داره بستگی داره، همون مبلغ هم شاید برای بعضی زیاد باشه، ولی از حدود 3-4 هزار تا 10-12 هزار دلار مبلغی نیست که بخواد برای شروع یه بیزینس زیاد باشه و ریسک زیادی دنبال داشته باشه. یکی دیگه از دلایل اصلی که من وارد شدم و برای من خیلی جالب بود اینه که شما اگه ادامه بدین توی اون، نه اینکه فقط لول آپ میشین، هیچ وقت شما لولتون پایین نمیره و اینکه بعد از 5 سال شما 4 تا 5 سال که فعالیتتون انجام بدین شما به یه مرحله بازنشستگی میرسین که یه حقوق ثابتی که به شما داده میشه. یکی دیگه از دلایل اینه که یه ترینینگ فوق‌العاده کامل داره که شما همیشه هست که میتونین همیشه بهش برین ازش اطلاعاتتون رو به روز بکنین و همیشه به روز رسانی میشه. و یکی دیگه هم این کامیونیتیه که پشتتونه، کوچ و منتوری که به شما داده میشه که شما هر سوالی هر مشکلی داشته باشین میتونین باشون در میان بذارین و دلایل بیشتری که شاید الان به ذهنم نمیرسه. اگه دوست دارین امتحان بکنین شما ریسکی نمیکنین، شما فقط بیاین اطلاعات بگیرین از طریق وبسایت من وبسایتمو پایین این ویدیو می نویسم. شما اسم و ایمیلتون رو وارد بکنین و اطلاعاتی که به شکل یه ویدیوی 90 دقیقه است به شما داده میشه اطلاعات بگیرین و اگه دیدین چیزی هست که به زندگی و سبک فکری شما میخوره با من در تماس باشین، خوشحال میشم بتونم کمک کنم. تا بعد، روزتون بخیر.